وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مکتب‌های آسیب‌پذیر و نام لیدرهای تاثیرگذار در میان خوانندگان را نامنویس کرده است تا از زنازنی گروهی میان آنها جلوگیری کند. آن مکتب‌های آسیب‌پذیر عنوان می‌شوند که زود میان مکتب بچگانش زنازنی رخ می‌دهد و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سازمان دهندگان آن را لیدران می‌داند که میان خوانندگان نفوذ دارند. در اکثر مکتب‌های تاجیکستان لیدر یا خودزوری مکتب نفر است که جسماً از مکتب بچگان دیگر پرقوت‌تر بوده از نظر نفوذ و تاثیر رسانی به همسالانش با اعتبارتر است. حرف او وزن دارد و از روی گفته‌اش عمل می‌کنند. عمرجان اوملی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 6 می در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیق نشان داد که در زنازنی مکتب بچگان نقش اساسی را همین لیدران یا خودزورهای مکتب می‌بازند. به گفته او محض این نفران از حساب مکتب بچگان گروه تأسیس داده برای زنازنی با گروه دیگر تحریک می‌دهند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خاطر بدنام نکردن مکتب از یگان مؤسسه و نفر مشخص نام نگرفت ولی گفت الکی از اول ماه می کار را آغاز کردند. او گفت جلب تئاترهای کسبی شورابی می‌گذارند برای بهتر نمودار اخلاق هم خوانندگان و جوانان محله و یا مکتب ما چی داریم محله‌های آسیب پذیر بر مکتب‌های آسیب پذیر بر با شخصیتایی که در چیو لیدرها با اصطلاح در محله‌های در مکتب است اونا روی خط دارن زیر نظارت میشه پدر مادرشو دعوت کردم و با اونها صحبت‌ها می‌گذرونیم. روی خط مکتب‌های آسیب پذیر و مکتب بچگان با نفوذ در حالی است که در 5 ماه اخیر در شهر دوشنبه، قرغن‌تپه و خوجند میان خواننده‌های مکتب زنازنی خونین صورت گرفته است. در چنین زنازنی شام 3 ینور امسال در محله 104 پایتخت 2 نفر کشته شدند. قسمتی اصلی کار با مکتب‌های آسیب پذیر نمایش دادن نمایش‌های تربیوی بوده است. چون در گذشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود تماشای فیلم‌های جنگی و بازی‌های خصوصیت زورآوری داشته یکی از سبب‌های اصلی زنازنی میان جوانان است. برخی دیگر از همصحبتان ما میگویند هنگام کار با این گروه جوانان باید از متدهای خوب اندیشیده شده معاصر کار گرفت تا در دل کودکان نه فقط ترس از کجرفتاری و مجازات سنگین جای نشود بلکه فکر و اندیشه‌شان به سمت رشد، پیشرفت و سازندگی تغییر یابد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رفتن مکتب بچگان به مرکزهای بوکمکری و بازی‌های کامپیوتری را منع کرد. ماه فوریه این وزارت در 72 مرکز را برای راه دادن نابالغان بست. وزارت کارهای داخلی این مرکزها را یکی از عامل‌های ویران شدن اخلاق نابالغان دانست.